دوستای گلم، امروز اومدیم با یه فیلم جذاب و کمدی به اسم بد تیچر. داستان فیلم اینطوری شروع میشه که الیزابت یه زن سندار و جذابه که معلم دبیرستانه. الیزابت به خاطر شغلش باید زنی مهربون و وفادار و مسئولیت پذیر باشه، اما اصلا اینطوری نیست. الیزابت یه زن شیطون و بیرحمه که هیچی هم براش مهم نیست و حتی توی مدرسه هم رفتار خوبی با بچه‌ها نداره. بهشون فحش میده، براشون فیلم میذاره و مجبورشون میکنه که ببینن. الیزابت همیشه خدا در حال مشروب خوردن و همیشه مسته و بعضی مواقع هم مواد میزنه و تمام هدفش اینه که مخ مردای پولدار رو بزنه و همه پولاشون رو بالا بکشه و بقیهش هم خودتون میدونید. اون بالاخره موفق میشه تا مخ مرد تاجر پولدار رو بزنه و وقتی میبینه به خواستش رسیده مدرسه رو ول میکنه و میره. یه روز که سر قرار میره، پسر با مادرش نشسته و منتظر اونو، بهش میگه که میدونم منو دوست نداری و فقط دنبال پولمی. همونجا الیزابت انکار میکنه، اما فایده ای نداره چون اون همه چیزو فهمیده بود. حالا الیزابت همه چیزو از دست داده و اون پسرم ولش کرد و حالا کاملا بیپول شده. اون تصمیم میگیره دنبال کار بگرده، اما هیچ جا قبولش نمیکنن. اون دوباره برمیگرده به مدرسه. همونجا دشمن خودشو میبینه که سالها پیش باهاش دوست بوده. اونو شروع به بحث کردن میکنن. اون محیط رو ترک میکنه و برمیگرده به کلاسش. شاگرداش که الیزابت رو میبینن خیلی خوشحال میشن، اما اون چون که عصبانیه به هیچ جاش نمیگیره و از اون ور بچه ها کم کم شروع میکنن به اعصاب خورد کردن، قرقر زدن. اونم براشون فیلم میذاره و خودش هم میگیره و میخوابه. بعد تایم کلاس الیزابت میره به رستوران نزدیک مدرسه. میبینی که دوست صمیمیش اونجا نشسته و شروع میکنه باهاش حرف زدن. بهش میگه که میخواد سینه‌هاشو بزرگ کنه چون مردا خوششون میاد از سینه‌های بزرگ. همون لحظه یکی از همکاراش میاد که روی الیزابت کراش داره، اما الیزابت خوشش نمیاد از اون چون اون اصلا پول نداره و وضع مالیش هم خوب نیست. فردای اون روز یه معلم میاد که استخدام میشه که خیلی هم خوشتیپ و پولدار و الیزابت سعی میکنه مخشو بزنه. مدامم دور و برش میپلک و الیزابت که خیلی پرروه ازش میپرسه مجردی؟ اون میگه آره، کسی رو ندارم و دوست دختر قبلیم هم ترکم کرده. وقتی الیزابت عکسش رو میبینه متوجه میشه که اون از سینه‌های درشت خوشش میاد و تصمیم میگیره تا پلانش رو اجرایی کنه و سینه‌هاش رو بزرگ کنه. وقتی اون وارد کلاس میشه، یکی از بچه‌هاش میاد میگه ما میخوایم به یه مسابقه کارواش بریم که هر کی برنده بشه $6000 میگیره. همونجا الیزابت که اسم پول میشنوه از جاش میپره و میگه بله که من میام. فردای اون روز الیزابت یه لباس سکسی میپوشه و میره و شروع میکنه به ماشین شستن. همه مردا عاشق ماشین شستنش میشن و حالا برای عمل سینش $2000 کم داره. تصمیم میگیره تا یه ملاقات داشته باشه با اون والدین بچه ها و ازشون پول بگیره برای توجه بیشتر. همین میشه که بقیه پولم کم کم آماده میشه. اون سریع میره تا قرارداد عمل رو ببنده و فرداش که میاد مدرسه میبینه که امی نقشه‌هاشو به هم زده و با معلم جدید یه رابطه عاشقانه داره و این الیزابت رو خیلی عصبانی میکنه و تصمیم میگیره بازم ادامه بده. هفته بعد که مدیر مدرسه میخواد بچه‌ها رو به اردو بفرسته، اسکات و امی رو مسئول بچه‌ها میکنن. همونجا الیزابت پلان شیطانیشو میریزه. از اونجایی که میدونه امی میوه دوست داره، روی یه سیب مواد شیمیایی میریزه و امی سیب رو میخوره و چند ساعت بعد صورت شبیه تهدیگ میشه و مدیر مدرسه اون رو به خونه میفرسته تا استراحت کنه و اسکات و الیزابت به اردو میرن. همونجا الیزابت شروع به دستکاری اسکات میکنه. اونم که خوشش میاد خیلی زود وامیده. اونو خیلی اشغال میکنن و شب مخفیانه به اتاق اسکات میره تا صبح توی تخت خوابش بازی میکنن. امی که از حسادت نمیتونه تحمل کنه برای الیزابت پاپوش درست میکنه. از توی میز اتاقش مدارکی رو پیدا میکنه، میفهمه که الیزابت برگه های امتحانی رو دزدیده و به خاطر همین دانش آموزاش قبول شدن توی امتحانات. وقتی به مدیر میگه، مدیر عصبانی میشه و میخواد که اونو اخراج کنه، اما الیزابت بیکار نمیمونه و برای امی پلان میچینه و توی کشوی اتاقش مواد مخدر میذاره. به پلیس خبر میده. وقتی میاد امی رو دستگیر میکنن و اینجا جنگ بینشون تموم میشه و الیزابت میره به سمت مردی که یه دوست واقعی بوده و میخواد که با اون باشه و اونم چون الیزابت رو همون شکلی که
دیده دوست داره از عمل سینش منصرف میشه و همینجا فیلم تموم میشه. امیدوارم از داستان فیلم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.